دی ای برگو برای امضا میکنی؟ نمیخواد بخونیش، فقط امضاش بکن، نگاش نکن. بیسته شدی 28. از همه بیشتر شدم تو کلاسمون. ای خالی بند 8 شدی دوباره خودت اضافه کردی. دی تو رو به اما حسین به کسی نگو، ارباب بابات به کسی نگو. دایی جان مگه میشه این همه غلط؟ مداد اون جنسش خوب نبود، مداد اون اشتباه مینوشت. بچه تو آبو درست نوشتی. اونجا دو دستی محکم گرفتمش که درست بنویسه. دی دفتر مشق من باید امضا بکنی. ببینم دایی جان مامان مگه نباید امضا کنه؟ نه مامان اون جلو میده. اینم که نوشته که کامل ننوشتی مشقاتو که. دی من 2 خط بالا می‌نویسم 2 خط پایین وسطاش نمی‌نویسم. امروز خانوممون فهمید گفت کر خط تقلب کردی. ازش گفتم من مداد و نامرئیه نوشتم ولی تو نمی‌بینی. گفت ثانی برو کنار سله آشغال وایسا و گوشه کلاس دستا بده بالا یه پتم بده بالا. ولی من چون توپوری هستم همش می‌خوردم زمین بچه‌ها می‌خندیدن. درام کرد از کلاس. اصلا مشق نوشتن خیلی گوه. برای چی ما مشق می‌نویسیم؟ انیشتم مشق می‌نویسی که دیکته 8 نشی. تو خونه که می‌نویسن همیشه میشن 20. چجوری کی به دیکته میگه؟ مامانم چون سر شلوغه خدا مینویسن میبرن میدن امضا میکنه. بعضی وقتا یه گلوله میکشن زیرش مینویسن 20. به یکی خوراکی میدین؟ بیا. امروز هیچی خوراکی نخوردم. بچه معلممون اومده بود همه خوراکیان دادمش که معلممون با آن خوب بشه. کار میکنی با پفکه؟ نگاه بکن اساس ساختن. میخوای اساس؟ تو پلی ریز میزه اینقدر بلا نمیشه.